راه‌اندازی جشن بزرگ فرهنگی و ورزشی در جنگل پسته بادغیس. این جشن از سوی آمریت تربیت بدنی و ورزشی بادغیس به منظور اتحاد و برادری میان اقوام و ولایات مختلف کشور برگزار شده است. به گفته آمر ورزشی، در این جشن انواع نمایشات و ورزش‌ها به خصوص پهلوانی با اشتراک هزاران تماشاگر از ولایات مختلف کشور اجرا شده و پهلوانان ولایت‌های کندهار و بادغیس به طور دوستانه با هم رقابت نمودند. کندهار و بادغیس عمومي غیر ده چې تقریبا 200 پهلوانان د هرات د کندهار ولایت سره راغلي دي، د بادغیس ولایت پهلوانانو سره به دلته غیږ باسي، او دا رقم د فراه ولایت پهلوانان دلته دي، د هلمند ولایت ته راغلي دي، هرات ته دلته دي. نو په همداسې غونډو، مجالسو، محافلو او جشنونو کې د هیوادوالو اتفاق و اتحاد و خوشی څرګندیږي. با این حال شماری از اشتراک کنندگان میگویند که برگزاری چنین جشن‌ها اتحاد و اتفاق را میان مردم به وجود می آورد. هم یک جا میشینه، بالا میشه، گشت گذار میکنه، ایش نمیگه که تو ازبک، تو پشتونی، تو تاجیکی، همه یک قومه. تمام مردم که همه که در این جشن شرکت کردن آمدن، جون کنم مهمانای عزیزی که ما داریم از ولایت قندهار، هرات، فراه، هلمند در اینجا آمدن، تشریف آوردن. بسیار صمیمانه با هم خوب پهلوانی مونن، با هم خوب برخورد دارن. از سوی هم برخی پهلوانان نیز تلاش‌های آمریت ورزشی را در قسمت رشد ورزش ارزنده می‌دانند. دا ډېره ښه فضا لري، شغلونه لري، ښه پستې باغونه لري، نو دې خلکو موږ ډېر عزت وکړي. از تمام نقاط افغانستان به اینجا به این جشنواره و به این پست‌آزار ولایت بادغیس اشتراک میکنند. این واقعا یک نشان دهنده یک اتحاد، اتفاق بسیار خوب در بین ملت ما افغانستان میباشد. پستلق یا جنگل پسته بادغیس 3 سال پی هم می شود که در فصل بهار شاهد برگزاری جشن‌های بزرگ ملی با اشتراک هزاران تن از گردشگران از ولایات مختلف کشور است که این همه عامل آن امنیت سراسر در کشور عنوان شده است. عبدالسمیر آتفر، تلویزیون ملی افغانستان، پست‌آزار ولایت بادغیس.